فرض کن یه فیل کوچولو با وزن 100 نیوتن گذاشتیم داخل یه قفس. قفس رو وصل کردیم به یه سیستم سه قرقره‌ای ایدئال. قرقره‌ها بی استحکاکن، وزن ندارن، همه چی تمیز و فیزیکی خالص. معما: به نظرت برای بلند کردن این فیل با 3 قرقره چقدر نیرو لازمه؟ قبل از اینکه جواب بدی، بیا از اول ماجرا رو قدم به قدم جلو بریم. حالت اول، فقط یه قرقره. اینجا یه قرقره ثابته. کار خاصی نمیکنه، فقط جهت نیرو رو عوض میکنه. یعنی اگه فیل 100 نیوتنه، باید دقیقاً 100 نیوتن نیرو وارد کنی. هیچ سودی از نظر کم شدن نیرو نداره. حالت دوم، 2 قرقره. حالا یه قرقره متحرک اضافه میکنیم. اگه خوب نگاه کنی، میبینی 2 تا شاخه طناب دارن وزن فیل رو نگه میدارن. قانون قرقره میگه کشش طناب تو همه شاخه ها برابره. پس 100 نیوتن تقسیم بر 2 میشه. هر کدوم 50 نیوتن. یعنی تو فقط با 50 نیوتن نیرو میتونی فیل رو بالا بکشی. البته باید طناب رو 2 برابر بکشی. حالت سوم، همون معمای ما. حالا سیستم 3 قرقره‌ای را ببین. اینجا 3 شاخه طناب مستقیما دارن وزن قفس و فیل رو تحمل میکنن. طبق همون قانون کشش همه شاخه ها یکیه. پس 100 نیوتن تقسیم بر 3 میشه. حدود 33 نیوتن برای هر شاخه. و چون نیرویی که تو وارد میکنی هم همون کششه، پس نیروی لازم برای بلند کردن فیل حدود 33 نیوتنه. اما در عوض برای بالا رفتن 1 متر باید طناب رو 3 متر بکشی. حالت چهارم، 4 قرقره. یه مرحله خفن‌ترش کنیم. 4 قرقره یعنی 4 شاخه طناب نگهدارنده. 100 نیوتن تقسیم بر 4 یعنی 25 نیوتن نیرو. خیلی کمه نه؟ اما این بار باید طناب رو 4 برابر بکشی. حالا برگردیم به سوال اول. با 3 قرقره برای بلند کردن فیل 100 نیوتنی چقدر نیرو لازمه؟ جواب درست، حدود 33 نیوتن. قرقره ها نیرو رو کم میکنن، اما مسیر رو زیاد. انرژی هیچ وقت گم نمیشه. اگه از فیزیک و معماهای فیزیکی خوشت میاد، کانال ما رو دنبال کن.